خب با عرض سلام خدمت دوستان، پروژه‌ای که شاهدش هستید جابجایی رک شبکه هست، سویچ، پچ پنل، متعلقات کل داخل رک. از اینجا یعنی از این نقطه زیر راپله به اتاق سرور جدیدمون که اینجا میشه. همونطور که میبینید همه چیز آماده هست که کابل کشی ها و بقیه تجهیزات آورده بشن به اینجا و نصب بشن. ما بعد اینکه کابل کشی رو انجام بدیم سعی میکنیم که کابل ها رو از زیر این در واقع کف کاذب ببریم زیر رک و از اونجا کارمون رو انجام بدیم. تا اینجا کاری که انجام دادیم این بوده که کابل هایی که توی رک قبلی بودن رو باز کردیم، از تو ترانک در آوردیم. از اینجا به بعدش رو میخوایم انتقال بدیم. از اینجا این در واقع محل خروج این کابل ها هست که اینو باید بازتر بکنیم این دهانه رو و از اینجا ترانک جدید بزنیم. ترانک های جدید رو میبینید اینجا گذاشتیم. اینا باید از سقف برده بشن تا اینجا، از این دیوار برن داخل اون اتاق سرور پشت که در واقع اگه برم عقب بهتر متوجه میشید. این کابل ها از اینجا قراره دیگه اون رک قبلی بود، اون مسیر رو دیگه کار نداریم، اینا رو پسکش کردیم آوردیم عقب. از اینجا این کابل ها رو مجدد میخوایم جابجا بکنیم ببریم داخل این اتاق که میشه اتاق سرورمون که در واقع میشه پشت همین دیوار. خب یه مقدار از کارهای نصب ترانک به دیوار و سقف و کابل کشی انجام شده، همچنان در حال ادامه کار هستیم. ترانک این اتاق هم به سقفش نصب کردیم، بهتون نشون میدم. اینم کابلای نارنجی دوربیناست که میبینید اضافه شده. مشغول کابل کشی و نصب ترانک. خب دوستان، ما پروژه رو ادامه دادیم، یه سری تجهیزات منتقل شدن. اینجا هم کابل کشی رو میبینید که توی این قسمت یعنی توی راهرو تمام شده است و حالا یه مقدار جزئیات دیگه و در پوش ترانک ها و اینا مونده، ولی کار تا حد زیاد جمع شده و کابل ها به اتاق سرور جدید منتقل شدن. این هم از اتاق سرور جدیدمون که کابل ها رو از اینجا انتقال دادیم. یه سری خرده‌کاری و جا انداختن در پوش داکتا باقی مونده. اینجا کابل ها میان میرن زیر این تایل هایی که توی اتاق سرور در واقع تعبیه شدیم و از زیر همونطور که میبینید میان بالا، میان داخل رک و از اینجا بهشون لیبل زده میشه و دسته‌بندی میکنیم تا ببریم داخل پچ پنل ها. اینا هم البته اینو که میبینید این فیبر نوری، خیلی با احتیاط باش کار میکنیم. گذاشتیمش آخر به مجموعه اضافهش بکنیم که آسیبی نبینه. به این ترتیب اونا هم پنل های خورشیدی هن که به کار ما ارتباطی نداره. خب دوستان، همونطور که میبینید کار انتقال سرور تموم شد و تمام کابل ها و حتی کابل های دوربین های طبقات اومدن داخل اتاق سرور جدید. این اتاق سرور جدید هستش که ما کابل ها رو از اینجا آوردیم و بعد انتقال دادیم به زیر این تایل های کف و اینجا وارد پچ پنل و بعد همونطور که میدید آرایش دادیم، داخل سویچ بردیم و کار به اتمام رسیده.